در بزرگترین سلسله کوههای جهان از امروز تقریباً 52 سال قبل یک طیاره مستقیما با کوه برخورد کرده بود. گپ جالب این بود که طیاره بعد از برخورد کدام جای گم شده بود. این سلسله کوههای آنتیس است که در امریکای جنوبی موقعیت دارد. جایی که 8900 کیلومتر طول، 15000 فیت ارتفاع، خاموشی مطلق و خنک استخوانسوز دارد. بعد از اینکه مقامات نه لاشه هواپیما را یافتند و نه هم کدام جسدی، به این نتیجه رسیدند که همه مسافران مردند و عملیات نجات را لغو کردند. در رسانه ها و بین مردم خبر سقوط این هواپیما دست به دست می شد. اما بعد از گذشت چندین روز همه چیز برای مردم مثل سابق عادی شد. اما بعد از تقریباً 72 روز از طرف هواپیمای سقوط شده برای مقامات یک پیام ارسال شد. دوستان و همراهان گرامی، یک بار دیگر خوش آمدید به کانال ما. دوستان عزیز، این پرواز نیروهای هوایی یوروگوای پرواز شماره 571 بود که در زندگی واقعی یک معجزه کرد و برای همیشه نام خود را در تاریخ ثبت کرد. در روز جمعه 13 اکتبر 1972 یک تیم اماتور راگبی از دانشگاه قدیمی مونته‌ویدئو به منظور مسابقه با یک تیم شیلیایی در سانتیاگو با یک هواپیمای FH227D پرواز کردند. البته سفر یک روز قبل آغاز شده بود، اما به دلیل بدی آب و هوا هواپیما و مسافرانش مجبور به یک توقف یک روزه در فرودگاه بین المللی کاراسکو در شهر مندوزا شدند. در پرواز مجدد که در ارتفاع 22500 فیتی از زمین انجام شد، خلبان نمی توانست به صورت مستقیم به سانتیاگو برود. او ابتدا باید به کوههای آند رسیده و سپس با چرخش به سمت غرب به مسیرش ادامه میداد. هواپیما در بعد از ظهر زمان به بالای کوههای آند رسید که هوا به شدت ابری بود. بنابراین خلبان باید فقط متکی به رادار حرکت میکرد. بر اساس یک اشتباه مهلک خلبان به تصور آن که به سانتیاگو رسیده است ارتفاع را کم کرد، اما لحظات بعد هواپیما به ارتفاعات قله کوه برخورد کرد و در همان لحظات اولیه حفره از عقب هواپیما به وجود آمد. سپس ضربه دیگری به سمت چپ هواپیما وارد آمد و در نهایت هواپیما بر روی زمین و بر روی برف و شیب کوه و با برخورد با یک صخره متوقف شد. در زمان اولیه سقوط 12 تن از مسافران درگذشت و سپس در ساعات اولیه سقوط نیز 6 نفر دیگر بر اثر شدت مجروحیت درگذشتند. از میان 27 نفر باقی مانده نیز تعداد دچار شکستگی های متعدد شدند. از اینجا به بعد فاجعه به شکل دیگر ادامه یافت، زیرا هیچ یک از مسافران وسایل برای زنده ماندن در یخبندان و برف نداشتند. فقط 2 دانشجوی پزشکی سعی کردند با تخته های چوب برای کسانی که دچار شکستگی شده بودند امکانات فراهم بیاورند. پس از انتشار خبر سقوط هواپیما 3 گروه از 3 کشور عملیات جستجوی خود را آغاز کردند، اما به دلیل قرار گرفتن هواپیمای سفید رنگ در میان انبوه برفها موفقیت به دست نیامده و پس از 8 روز جستجو متوقف شد. بازماندگان سقوط هواپیما که از طریق یک رادیوی ترانزیستوری کوچک اخبار را با سختی دنبال می‌کردند متوجه شدند که جستجو برای یافتن آنها متوقف شده است. روی هارلی که این خبر تأسف‌بار را شنیده بود آن را به اطلاع دیگران رساند. پاول رایت در یک مصاحبه پس از نجات یافتن میگوید ما همه دور هم جمع شده بودیم، اما چون صدای رادیو بسیار ضعیف بود او رادیو را به گوشش چسبانده و خبرها را گوش میکرد. وقتی خبر را شنید با گریه شدید گفت بچه‌ها فقط دعا کنید، آنها جستجو را متوقف کردند. در ابتدا ما را ترس و حیرت فرا گرفت، اما نیکولیچ فریاد زد ما خودمان باید خودمان را نجات دهیم. جرأت داشته باشید بچه‌ها، ما از اینجا خارج می شویم. بازمانده ها چند بسته کوچک غذا داشتند و مقدار نوشیدنی و چند بسته شکلات. آنها به تدریج و پس از تمام شدن نوشیدنی ها روش برای آب کردن برف و نگهداری آن در بطری ها پیدا کردند. اما علیرغم جیره‌بندی سخت غذاها تمام شد. در آن ارتفاع بالا و یخبندان هیچ گیاه یا جاندار برای شکار و تهیه غذا وجود نداشت. بحث های سخت در گرفت، اما در نهایت برای ادامه زندگی آنها مجبور شدند که از جسد درگذشتگان به عنوان غذا استفاده کنند. در کتاب معجزه در آن که کتاب در مورد این حادثه و آنچه بر او و همراهانش گذشت در سال 2007 چاپ کرد، در مورد این تصمیم میگوید در آن ارتفاع هیچ غذای وجود نداشت.
بارها اطراف را گشتیم اما هیچ چیز به دست نیاوردیم. ما سعی کردیم یکها را پاره کرده و آنها را به باریکه های چرمی تبدیل کرده و به عنوان غذا بخوریم، اما مواد شیمیایی به کار رفته در آنها امکان خوردن آنها را از ما گرفت. روکش های صندلی را کندیم بخوریم اما آنها هم همین مشکل را داشتند. بقیه چیزها هم آلومینیومی و پلاستیکی بودند. در صبح روز 29 اکتبر در حالی که افراد در داخل بقایای هواپیما در حال استراحت بودند، یک برفکوچ آمد و آنها در داخل هواپیما محبوس شدند. ناندو پارادو سعی کرد با سوراخ کردن بدنه هواپیما یک راه تنفس به وجود آورد. آنها 3 روز در این فضای وحشتناک به سر بردند. پس از نجات از برفکوچ‌ها به این نتیجه رسیدند که ماندن در این مکان راه چاره نیست. آنها باید حرکت کنند، زیرا علاوه بر آن دچار برفکوری و کمبود آب در بدنشان به دلیل حضور در ارتفاعات شده بودند. بازمانده ها فکر می‌کردند اگر از ارتفاعات عبور کنند و در مسیر شرق بروند به کشور شیلی خواهند رسید. بنابراین تصمیم گرفتند که یک تعداد از افراد برای آوردن گروه نجات بروند. برای آنها غذای بیشتر و لباسهای گرمتر در نظر گرفتند. ترکیب گروه زیاد مهم نبود، اما پارادو که نسبت به بقیه فعالتر بود خود را به عنوان اولین داوطلب معرفی کرد. به دنبال آن 2 دانشجوی پزشکی نیز آمادگی خود را اعلام کردند. بیشتر افراد از این که داوطلب شوند بیم داشتند. آنها فکر می‌کردند این توانایی را ندارند که به راهپیمایی در مسافت‌های دوردست بروند. در نهایت پس از تکمیل نفرات گروه نجات تصمیم گرفتند ابتدا در مسیرهای نزدیک تمرین کنند، سپس با کمتر شدن سرما راهپیمایی اصلی را انجام دهند. تقریباً 7 هفته بعد از سقوط گروه عملیات اصلی را آغاز کردند. آنها پس از چندین ساعت راهپیمایی به بخش دم هواپیما رسیدند. این بخش به طور کامل دست نخورده باقی مانده بود. مقدار سیگار، شکلات، پوشاک تمیز و نیز تعداد کتاب طنز توسط آنها یافت شد. این حادثه در تقویت روحی گروه تأثیر زیاد گذاشت. از همه مهمتر این که برای اقامت در شب یک مکان مناسب پیدا کرده بودند. صبح روز بعد گروه حرکتش را به سمت شرق ادامه داد، ولی شب دوم مجبور شدند که در فضای باز اقامت کنند. سرمای کشنده آنها را رو به مرگ برد و آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است به محل استقرار شب قبل یعنی دم هواپیما بازگردند و در همانجا صرفاً به انجام اقدامات برای رساندن پیام کمک خواهی از جمله سر دادن فریاد کمک بسنده کنند. آنها به محل افتادن دم هواپیما برگشته و با کمک باتری های هواپیما و قطعات باقی مانده سعی کردند یک فرستنده رادیویی بسازند. گروه چند روز به سرپرستی روی هارلی که از الکترونیک اطلاعات داشت تلاشش را برای ساخت فرستنده ادامه داد، اما تلاش‌هایشان بی نتیجه ماند. بنابراین هیچ راه جز عبور از قله کوه‌ها باقی نمانده بود. گروهی که از سقوط هواپیمای اوروگوئی جان سالم به در برده بودند همچنان نگران سرنوشت دوستانی بودند که از آنها جدا شده و برای کمک آوردن به سوی مرز شیلی رفته بودند. گروه داوطلب مجبور بودند برای نجات خودشان به راهپیمایی سخت و مبارزه با سرما بپردازند. البته تحمل سرمای روز امکان پذیر بود، اما سرمای شب در میان برفها غیر ممکن بود. بنابراین راه چاره این بود که نوعی کیسه خواب گرم برای خوابیدن در شب بسازند. ناندو پارادو توانست با استفاده از مواد عایق و چرم صندلی هواپیما یک نوع کیسه خواب سه‌لایه‌ای را درست کند. این کیسه خواب می توانست به خوبی گروه را از سرمای کشنده حفظ کند. اعضای گروه همگی در این وضعیت از مادر پارادو یاد کردند که به او اندک دوخت و دوز یاد داده بود. این تخصص در چنین زمان و مکان می توانست جان آنها را نجات دهد. بعد از آن که کیسه خوابها آماده گردید، گروه متقاعد شد که به کوهپیماییش ادامه دهد. آنها در 12 دسامبر دوباره حرکت کردند. پارادو که گروه را هدایت میکرد به همراه دوستانش پس از 3 روز راهپیمایی به قله یک کوه رسیدند. آنها در زمان صعود با کمبود اکسیژن نیز مواجه بودند، اما به این فکر میکردند که پس از رسیدن به قله راه سرازیری را در پیش گرفته و در نهایت میتوانند به طرف کشور شیلی بروند. اما وقتی به قله رسیدند آنچه ملاحظه کردند برایشان غیر قابل باور بود. تا چشم کار میکرد کوههای متعدد دیده میشد. آنها میدانستند
پایین رفتن از قله انرژی زیادی از آنان خواهد گرفت، اما فکری به نظرشان رسید. کانسا به سمت دم هواپیما بازگشت تا با بدنه فلزی هواپیما چند سورتمه درست کنند. پس از آماده شدن سورتمه ها، آنها وقت به تدریج از کوه پایین می آمدند، یک دره کوچک را دیدند که یک رودخانه در میان آن در جریان بود. تصمیم گرفتند وقت به پایین دره رسیدند در مسیر رودخانه حرکت کنند. آنها پس از چند روز راهپیمایی تعداد گاو را در آن سوی رودخانه دیدند که مشغول چرا هستند. این موضوع برایشان باور کردنی نبود. از خستگی مفرط دیگر جان نداشتند که راه بروند. ناچار در همان محل آتش روشن کردند تا هم گرم شوند و هم اگر کسی در آن محل بود از حضور آنها مطلع شود. پس از چند ساعت آنها یک مرد را در حالی که بر روی اسب سوار بود در آن سوی رودخانه دیدند. کانسا در ابتدا فکر میکرد دچار توهم شده است، اما وقتی یک نفر به 3 نفر تبدیل شد موضوع از شکل توهم خارج شد و آنها تلاش کردند تا به سر و صدا اعلام کنند تا به کمک نیاز دارند. سوار و همراهانش رفتند و آنها تصمیم گرفتند که پس از استراحت شبانه فردا به راهشان ادامه دهند. اما روز بعد آن مرد با مقدار غذا به کنار رودخانه بازگشت. او خودش را کاتالان معرفی کرد و غذاها را برای آنها پرتاب کرد. بعد گروه با یک ماتیک قرمز بر روی کاغذ یادداشت نوشت و آن را دور یک سنگ پیچیده و با آن سوی رودخانه پرتاب کردند. کاتالان موضوع را به پسرانش گفت و بعد به گروه یاد داد که چگونه به مسیرشان ادامه دهند تا به یک پل برسند و بتوانند با آن سوی رودخانه بروند. قرار شد تا زمانی که آنها به پل برسند پسرهای کاتالان نیز موضوع را خبر داده و گروه کمکی را به محل بیاورند. گروه پس از راهپیمایی و عبور از پل به روستای پونتا رسیدند و در آنجا مستقر شدند. سرانجام در این بین ارتش شیلی از موضوع با خبر شد و اقدام به انتقال گروه به سانتیاگو نمود. در همین حین نیز هلیکوپترهای ارتش علیرغم مه گرفتگی پرواز کرده و توانستند بقیه بازماندگان را پیدا کنند. تا آن زمان همه فکر می‌کردند تمام سرنشینان هواپیما مردند. با انتشار خبر نجات افراد گروه‌های مختلف خبری به منطقه آمدند تا گزارش‌های دست اول را از ماجرا تهیه کنند. هلیکوپترها در آب و هوای طوفانی افراد را پیدا کردند، اما به سبب مه غلیظ نتوانستند نیمی از افراد را نجات دهند. بنابراین باز هم یک گروه مجبور شد یک شب دیگر را در باقی مانده هواپیما سر کنند. فردا بقیه افراد نیز نجات یافته و مستقیما به بیمارستان برده شدند. اکثر آنها دچار کمابی بدن، سوء تغذیه و شکستگی اعضای بدن بودند. پس از نجات گروه شایعات بسیار در مورد آنها ساخته شد. به همین جهت پس از بهبودی نسبی آنها یک مصاحبه مطبوعاتی در روز 28 دسامبر در دانشگاه استلا برگزار شد تا همه چیز روشن شود. پس از پایان ماجرا در محل سقوط هواپیما و محل دفن کشته شدگان با قرار دادن سنگها روی یکدیگر و یک تابلوی آهنی یک بنای یادبود ساخته شد. تمامی بقایای هواپیما نیز سوزانده شد تا دیگر هیچ نوع کنجکاوی نسبت به این ماجرا وجود نداشته باشد. پس از آن کتاب‌های متعددی از این ماجرا تهیه و چاپ شد و اولین کتاب را در 2 سال پس از حادثه یکی از بازماندگان به نام اندریاس سوریوس منتشر کرد. او در مورد دلیل انتشار کتاب گفته است: در مورد این حادثه حرفای زیاد زده شده. من این کتاب را نوشتم تا به صورت دقیق توضیح دهم که چه بر ما گذشت. با سپاس فراوان از این که تا این دم با ما همراه بودید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته است، ویدیو را لایک نموده چینل ما را سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی از چینل ما باشید.